تهش یک نشیم، دو نشیم، 3 و 4 رو شاخشه. یک پیشنهاد بدم به کنکوری‌های سال بعد، از دهم شروع کنید بخونید. استرسش نسبت به قبل خیلی برام کمتر شده بود. سوال نباید می‌پرسیدی، الان بعد من جواب به نظر من عربیش سخت بود نسبت به سالهای قبل و اینکه من انتظار ریاضی و فنون رو سخت داشتم ولی جامعه و روانش خیلی به نسبت سخت‌تر از اون درس‌ها بود. همش جای خودش سخت بود. درس‌های مثل تاریخ، جغرافیا و درس‌های حفظی را نتونستم بزنم. سخت‌ترین بخش کنکور این بود که آخرین باری بود که با بچه‌ها زیر یه سقف بودیم. به نظر من سخت‌ترین بخشمون تاریخ بود. به نظر منم آره تاریخش خیلی سخت بود. ببین منطقش خیلی سخت بود و کلا میشه گفت امسال متوسط رو به بالا بود، ولی در کل میشه گفت سوالش هم میشد جواب داد. سخت‌ترینش به نظرم فنون خیلی سخت بود. اومدم بیرون واقعا خوشحالم، خیلی خوشحالم که فقط سختیاش تموم شده بعد از از سال پیش سخت‌تر بود. واقعا اقتصاد بود، علوم فنون هم اصلا خوب نبود. حتی تو تاریخ ادبیات و یه سری درس‌های حفظی هم واقعا سخت گرفته بودم. که سخت‌ترین بخش کنکور بخش عربی بود که واقعا نامفهوم و سخت بود. برای من سخت‌ترین قسمتش جغرافیا بود. من اونقدر سرمایه‌گذاری روی تاریخ و جغرافیا نکردم و به نظرم این اشتباه هم بود، چون که به نظرم میشد خیلی بهتر از این چیزا زد تاریخ و جغرافیا رو. من کلا درس عربی رو کنار گذاشتم، نخوندمش. قطعا بیشتر می‌خوندم، ساعت مطالعه‌ام رو بیشتر می‌کردم و همین مرور خوبی نداشتم که مطالعه و این باعث شد که خیلی از مباحث روانشناسی رو یادم بره. به نظرم اگه بخونن راحت میتونن موفق شن. هیچ چیز سختی تو این راه نبودش که اذیت کنه. راحت میتونن قبول شن، هر جا که دوست دارن هم قبول میشن تهش. اگر مشاور دارید به حرف مشاورتون گوش بدید، حتما زمان بندیاتون رو درست بکنید. یک تایمی حدود 10 دقیقه آخر هر دفترچه اضافه بیارید که بتونید یکم با خیال راحت‌تر سوالایی که شک داشتید رو روش تمرکز کنید. درگیر اخبار و حاشیه‌ها بودیم و تمرکزمون رو نمیذاشتیم رو درس. حل کردن کنکور سال پیش هیچ تأثیری نداره. هر سال از سال دیگه سخت‌تر میشه. اشتباهم این بود که این 2 هفته که فرصت داشتم نکته‌هایی که میدونستم بلد نیستم و ولش کردم، فقط چسبیدم به تست زدن. یعنی اگر رو اون نکته‌ها کار کرده بودم مطمئنم امروز موفق‌ترم میتونستم جواب بدم. و بزرگترین اشتباه ما این بود که از فرصت‌هایی که داشتیم به خوبی استفاده نکردیم. و بزرگترین اشتباه من در طول مطالعه این بود که از سال دهم شروع نکردیم بخونیم. دیر شروع کردیم. آره دیگه دیر شروع کردیم. خانواده خب خیلی همراهی کردن ولی خب بیشتر کمکاری از خودم بودن خدای خیلی همراهی کردن، با هم اومدن جلو، همه جورم پشتم بودن. خب خانواده خیلی موثره قطعاً. واقعا خانواده من تا جایی که تونستن همراهی کردن، بازم اونا خیلی سختی کشیدن و احساسم اینه که خیلی خوشحالم از اینکه بالاخره این کنکور 405 تموم شده. حس آزادی تموم شدن واقعا خیلی طولانی شد، هی کش اومد و خیلی سختی کشیدیم تو این دوره و ولی خوشحالم که تموم شد. خوابم میومد حقیقتا، خیلی حساب و دقت نکردم. خوب و کنکور خوبی بود.